روی دروازه یه موقع یک ضربه پای چپ و گل، یه سوپر گل برای تیم چلسی. اسین حساب کارو 1-0 میکنه. چه شوت، چه بازی پرحادثه‌ای داریم تماشا میکنه. این دیگه خطا بود، خیلی جالبه کار آببا. ناکنید جریمه اینگاه دروگبا تعادلش به هم میخوره، باورش نمیشه که پنالتی اخراج باشه این صحنه از اون مسابقاتی که اگه لیونل مسی حرکت میکنه پشت محمد طی جریمه و گل برای تیم بارسلونا توسط اینیستا. فوتبال رو دانش انجام میده روی دروازه، چک روی توپ اثر میگذاره. این ضربه خبر از پنالتی نیست. بالاک میخواد بزنه داور رو، نگاه کن چیکار داره میکنه بالاک. اوبرابای سنگین وزن نجات پیدا میکنه. این ضربه است که تو به بازوی لطفاً پیج فوتبال نوستالژی رو فالو کنید.